در روز اول هفته هنگام سپیده صبح به سر قبر آمدند و سنگ را از سر قبر غلطانیده دیدند و چون وارد شدند جسد خداوند عیسی را نیافتند. چون از این امر متعیر بودند، ناگاه دو مرد در لباس درخشنده به ایشان ظاهر شده گفتند: چرا زنده را از میان مردگان می‌طلبید؟ در اینجا نیست، بلکه برخاسته، مسیح برخاسته، مسیح برخاست، مسیح برخاست، مسیح برخاست از مردگان، مسیح برخاست، هللویا، مسیح برخاست، مسیح برخاست، مسیح برخاست، مسیح برخاست از مردگان، مسیح برخاست، هللویا. مسیح عیسی چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد. خویشتن را فروتن ساخت و تا به موت صلیب مطیع گردید. از این جهت خدا نیز نامی را که فوق از جمیع نام هاست بدو بخشید، تا به نام عیسی هر زانویی خم شود و هر زبانی اقرار کند که او خداوند است. مسیح برخاست، مسیح برخاست از مردگان، مسیح برخاست، مسیح برخاست، مسیح برخاست، مسیح برخاست زنده است از مردگان، مسیح برخاست. تو کجاست؟ ای گور زفر تو کجا؟ ای موت نیش تو کجاست؟ ای گور زفر تو کجا؟ مسیح برخاسته، مسیح از مردگان برخاسته، از مردگان مسیح برخاسته، مسیح برخاست، مسیح برخاست، مسیح برخاست، هللویا از مردگان، مسیح برخاست، مسیح برخاست، مسیح برخاست از مردگان، مسیح برخاست. به زخمهایش شفا بخشید، به خونش از گناه آزاد، علاج و مرهم هر درد کند ویرانه را آباد. به زخمهایش شفا بخشید، به خونش از گناه آزاد، علاج و مرهم هر درد کند ویرانه را